سلام، یه معرفی داشته باشم از کارکرد ترکمتر هیدرولیک. همونطور که در تصویر می‌بینین با وارد اومدن فشار جک آچار شروع به بیرون اومدن میکنه و شروع میکنه به چرخوندن مهره که این کار با فشار روغنی که توسط شیر فشار داره اعمال میشه انجام میشه و وقتی که جک به انتها میرسه و با رها کردن کلید فشار میره رو حالت برگشت و آچار رو به صورت به عقب برمیگردونه اون جکش که این کار توسط شیر به صورت اتوماتیک انجام میشه، روش کار برگشت. و وقتی که به انتها دوباره رسید با فشار دادن کلید فشار دوباره شروع میکنه فشار بالا رفتن که روی همونطور که روی گیج میبینید روی حدود الان 250 بار و با توجه به آچاری که داره استفاده میشه الان حدود 15,000 نیوتن نیرو داره وارد میشه که این فشار هی بالاتر میره تا به عددی که تنظیم کردیم برسه و اینجا دوباره برگشت انجام میشه و دوباره این مسیر رو انقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه توی اون فشار تنظیم شده دیگه مهره شروع به چرخیدن نکنه و ثابت بمونه.